آقا این فلسفه هوش مصنوعی دیگه واقعا ترسناک شد، خیلی هم ترسناک شده. امروز داخل این ویدیو قراره بریم با هم دیگه به صدای رپرای خودمون، یعنی شعر رپرامون رو با صدای یه نفر دیگه. قبل اینکه بریم این ویدیو رو ببینیم و چنل سابسکرایب کنید، چون قراره برنده های سری اول اسپاتیفای بهتون داخل همین ویدیو، یعنی بعد از اینکه سابسکرایب کردید نشون بدم. سابسکرایب کنید و بیاید با من بریم که برنده ها رو ببینیم کیا هستن دیگه. بچه‌ها من تصمیم گرفتم قبل اینکه ویدیو شروع کنیم اول برنده ها رو بگم، اسکرین رکورder بگیرم صفحه موبایل و برنده ها رو به صورت رندوم خودم انتخاب بکنم. خیلیتون کامنت گذاشتید و من جواب دادم، متأسفانه از این بر رفتید بیرون، چون از دوشنبه شروع کردیم قرعه کشی و من 3 تا اکانت بیشتر این هفته نمیدم. ولی از هفته بعدی چون از شنبه، یعنی دیگه یه هفته میشه دیگه، از شنبه شروع بشه قرعه کشیمون تا آخر هفته 5 تا اکانت، یعنی داخل یه ویدیو در میاد شاید تا چهارشنبه کلا من برنده رو اعلام کردم دیگه. بریم حالا بدون هیچ حرفی برنده رو اعلام کنیم. بچه‌ها بریم اولین برنده رو با هم اعلام کنیم. اولین خانومی که اینجا نوشته، یعنی 7 دقیقه پیش کامنت گذاشته که من برنده شم، ایشونو من انتخاب میکنم، کامنتش هم پین میکنم الان که آیدیشو بذاره که برم اکانتو بهش تحویل بدم دیگه. همین فکر بد نکنید. بریم واسه دومین برنده. این خانم دیگه است ظاهرا. چه پسر پلشتی آخه. چرا واقعا من که دارم بهتون اکانت میدم، چرا دارید این کارو میکنید؟ اصلا اینم آقا من پین میکنم، دومین اکانت رو بهش میدم. بریم واسه سومین اکانت. سومین اکانت اینجا یارو نوشته کوروش اسکله. نه این چه حرفیه به رپران صفم میزنید. نوشته واسه منم بده، واسه تو هم میدم، بیا. اینم پین. آقا 3 تا برنده‌مون انتخاب کردیم، حتما آیدیشون رو بذارن که برم پیویشون. آیدیمو اصلا خودم پین میکنم داخل کامنت ها. بیاید داخل تلگرام بهتون اکانتاتون رو تحویل بدم دیگه. هر وقت اومدید اوکی کنید بیام بهتون تحویل بدم. مستقیم بریم سر ویدیو. خب بچه‌ها بریم شروع کنیم شنیدن. از این ور اولین موزیکو بریم ببینیم چیه. واقعا من بعضیش اصلا گوش ندادم. بچه‌ها واسم آماده کردن که ریاکشن برم، ولی بیلی آیلیش و ویلر دیگه هممون گوش دادیم و 5 6 تام که خود تیم درست کردن و آماده کردن که بریم ببینیم. بریم دیگه. یعنی یه چالش مانندم از ویدیو که بخواد حدس بزنیم ببینیم شعر کیه. واقعا من که نمیدونم شعر کیه الان که داره. میدونه که تو دلم این دریک است و میکروفونم هنگ کی بود؟ یادم نمیاد پشما. میکروفونم میدونه که روز رد چیه. میکروفونم میدونه اون دردامو. میکروفونم ازدو بگم به تو حرفام. وای چرا یادم نمیاد آهنگشو شنیدم. آها آهنگ لیتو دیگه. آهنگ لیتو میکروفونم با صدای دریک. آره دریک با صدای دریک میکروفونم. میکروفونم میدونه که تو دلم چیه. میکروفونم میدونه که روز رد چیه. میکروفونم میدونه اون دردامو. چه خوبه. یعنی دیگه ترسناک شده واقعا. به خدا تو فکر کن هوش مصنوعی به جای رسیده داره صدای رپرها رو میخونه، کسی که مرده رو زنده میکنن اصلا دیگه واقعا ترسناک شده. بچه‌ها من اگه کامنت های این ویدیو بره بالا سعی میکنم آموزشش هم بذارم که چطوری درست کنید خودتون، اصلا چطوری فیت ببندید مثلا با ترویس اسکات، چطوری واقعا اینا همه حتما بهتون یاد بدن. یه تعداد کامنت های ویدیو بالا. میکروفونم ازدو بگم به تو حرفامو. بگرد چیم خوب باشی نمیشینیم ترسامون هم ده خاطر جور باشی نمیبینی. من نگر رو ده خاطر پول باشی نمیتیلی. اگه راهمونم وای یه ذره صداش خش داره به خاطر اینه که فقط از سایت مستقیما دریافت کردن، سرش کار نکردن. 1-2 تا آهنگ از سرش کار کردم. بریم مثلا آهنگ بعدی. وای این موزیک سر زبونمه. نداشتم دریک با کردم اشتباه. فانوس درون روشن بلند شیدن اشتباه. غلط مفهومم واسه درو ایونش. وای اینو یادم نمیاد. اینو یادم نمیاد. نوب رپ فارسی هم واقعا. اشتباه همیشه شروع میکنم شرمونم به اصطلاح. بازی واسه تو شروع ولی واسه من راکا چاک چاک مراتیدن. آره یعنی اینو من نمیتونستم بگم واقعا. برچسب نوب رپ فارسی میزدم اینجا. یعنی یه جوری خونده آدم گمراه میکنه. میکس مستر میشد. اگه من آهنگساز بودم واقعا روی این تز روی این ایده کار میکردم. حتی اگه شمایی که آهنگسازی داری ویدیو رو میبینی روی این ایده روی این تز کار کن قشنگ مطمئنا جواب میگیری. این میکس مستر درست حسابی بزن ازش قشنگ بیتینا رو چی دفع ما رو هرچی نداشتیم فقط گرفتم نفس کنم. میگفتن دارین کت میکنیم نیده رچه ما رو.
بریم واسه آهنگ بعدی، آهنگ سوم. آره چه آهنگیه؟ پشت جنگ ها پشت این رنگ کیه این؟ اینو من دیگه نمیتونم، واقعا نمیتونم این دیگه حدس بزنم. تکلمه داره کیه؟ ها پشت این زندگی ها پشت این سنگ ها پشت این دریکه. بعد فقط کسی که شعرشو خونده آرتیستشو نمیدونم. عشق لعنتی بی خبر پشت این لبخند های تلخ بی وای بهرامه؟ احتمال زیاد میخونه بهرام باشه. اثر پشت این لذیدن های دست که نونشون میده پشت این حتی مداده که جونشون میده. من محرک چه می نویسم له میشم داداش دارم نب میزم. حاجی اصلا نمیتونم حدس بزنم اینو. بچه ها من واقعا نمیخوام تو این آهنگ نوب رپ فارسی بشم. اگه میدونید این آهنگو کی خونده خب من با ستاتش گوش میدم. اگه نتونستم بگم من که میگم بهرام خونده. خب اگه درست بود که هیچی، ولی اگه بهرام نبود و یه نفر دیگه بود واسم کامنت کنید، پینتون میکنم. داخل کامنت پین میشید 100%. خب بگید دیگه. حاجی حس میکنم بهرام خونده واقعا. نمیدونم. آب میکشم ازش لاشه های دیروز من که قلارن امروز. وای اینو اصلا من نمیتونم حدس بزنم دیگه. خیلی از رده خارجی صداش. نمیدونم شاید شعرش اصلا نشنیدم. باورن که لاش خورن من اون کردم به روی من بگشت داری به خط رویه های امروزم از همون گچا برن من فالم یا این همه خل. آقا نمیدونم بزنم بره بعدی. بگید حتما داخل کامنت ها. اصلا مخم رد داد کی بود این بعدی. یادم موفق منم خود پوتکه؟ آره دیگه پوتکه دیگه، کسی نیست که بزنیم عقب‌تر. پشمام ترویس اسکاته. آره تیکه دومشو ترویس بود. یعنی ایزش رو ببینیم. من سایت ها رو دیدم ولی خودم تا شما درست نکردم، ولی بخششو دیدم دقیقاً. آموزششو میذارم اگه تعداد کامنت های این ویدیو رفت بالا. دیدیم اون نه گریه کن زاری کن اون هیچ با ترویس میاد بیت زن کچی لطفا مزاحم دوربر نشید. این تیکه این قابلیتی که این سایت داره، خب باید بلد باشی چجوری باش کار کنید و خروجی اینا بگیرید. من همه اینا رو قشنگ بهتون یاد میدم اگه میگم که کامنت های این ویدیو برسه بالا دیگه، مثلا بالای 100 تا کامنت باشه داخل این ویدیو. اینا هم بهتون میگم. و یه بخشی داره این سایت، یکی دو تا سایت هستن. خب سایت اصلی رو مطمئنم کسی بهتون نداده تا حالا، چون ابزار کار خودشونه بیشتر دارن درست میکنن، نمیان سایت رو نشون بدن. و سایت اتفاقا بعضی از پلناش پولیه. حالا دور از این حرفا یه بخشی داره سایت خودتون میخونید، یعنی شعرتون رو میخونید و میدید مثلا ترویس اسکات کاور میشه موزیک، یعنی خودت میخونی شعرتو برمی‌داره ترویس اسکات میخونه. الان دقیقاً همین کارو کردن احتمال زیاد. صدای ترویس اسکاتو من واقعا گوش نکردم تا الان، یعنی فقط پوتک و باش فیت داره، نه فیت نداد. بابا ترویس اسکات خیلی بزرگه. بعید اومدم با پوتی روی بیت کچ بیت اومدم با پوتی روی بیت کچ. ساعت کارو بسش کردی نیست الان دیگه مونده و تراب رفته دادر اگه پاس بگیره بود میشه با نیست قدر بذار برم سراغ رسانه‌ام بعد مردم میگن حاجی پوتی افسانس وقتی حسا میان نداره که ترسانس بعد خوش نصف میکنه بدون دست بالا سامون روی کار بگه سری میاد قباره است. جدیدن تو این استا میریم یه چیزی رو افتاده، یا مثلا میبینی یه نفر میاد با چهره دیگه، دیدی هوش مصنوعی جدید داره که با یه چهره یه نفر دیگه است، که مثلا میبینی داخل این اینستاگرام داخل تلگرام میبینی با هوش مصنوعی مثلا این مرده رو صداشو براشون زنده کردن دوباره پخش کردن. یعنی دقیقاً من داخل این ماه که داخل اینستاگرام بودم هیچی واقعی ندیدم. یعنی یه نفر بود که میگه این من نیستم، این من کارتونی، اگه میخوای اینجوری هم درست کنی بیا داخل پیج. یعنی واقعا دیگه یه جوری شده که همه رباتن داخل اینستاگرام، همه از این قابلیت دارن استفاده میکنن. بریم واسه بعدی. آقا این آهنگ واویلای پوری و شایعه که بیلی آیلیش خونده.
چه باحالم خونده. اینو فکر میکنم اینو دیگه میکس مستر کرده باشن، 100% میکس مستر کردن، معلوم اصلا نویزه گرفته. آره اینو مطمئنم میکس مستر کرده بودن. خب بچه‌ها بریم واسه بعدی ببینیم موزیک بعدی چیه. اگه یه روزی خب صدای بیلی آیلیشه، فرامرز اصلانی هم اینو خونده. پاپه، باورم نمیشه. اینو چرا گذاشتیم واقعا؟ چرا پاپو گذاشتیم تو ویدیو؟ اشتباه کردیم ولی دیگه بریم. تو گوش من صدا کنه دوباره باز بمت بیام. چه باحال خونده ولی ها. این هم میکس مستر، آره دیگه تقریبا میکس مستر کردن، یه خروجی با کیفیت گرفتن که منو مبتلا کنه به دل میگم کارش نباشه، هزار درد تو دباشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم. این یه ذره صدای کسی که خوندم داخلش داریم میشنویم، به خاطر اینکه قشنگ میکس مستر نکردن. چون بعضی از کسایی که داخل این سایت دارن کار میکنن حرفه‌ای اشتراک خریدن. یه بخشی داره خروجی رایگان میتونید بگیرید که اون قشنگ با آهنگساز باشید بیارید داخل، حالا هر نرم افزاری که باشه ادیت میکنید آهنگاتون رو آهنگسازی میکنید بیارید داخل اون قشنگ تنظیم کنید از اول. ولی اون پلنایی که داره مثلا $24 $15 یه ماهه، اونا دیگه اوکیه، اون دیگه خرید دیگه نیاز ندارید میکس مستر کنید، قشنگ در میاره واسهتون که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثل عیون داریم بشینیم و سهر باشیم. بیلی یعنی بیشتر یا بیلی خونده یا دریک خونده. بچه‌ها بریم واسه موزیک بعدی. چند تا موزیک مونده من ببینم یه دقیقه اینجا. دوتا آخر خیلی خوبن دیگه. این چنان مستم شجریانه فکر کنم، بیلی آیلیش، یعنی کلا گرفتن دریک و بیلی آیلیش کلا موزیکای ایرانو گرفتن دستشون. حاجی اینو واقعا باحال خونده، یعنی خیلی خوب خونده بیلی. صدای سازه هست، ویلیام میخونه، اینو واقعا قشنگ در آوردن. یکی از اون چیزایی که موزیکایی که باحال در اومده. بریم واسه بعدی. اینو نمیدونم کیه، ننوشته. بزرگترین استعداد آسفالت بوده منم. فکر کنم حابیل تو بزرگترین، آره بزرگترین استعداد آسفالت بوده. ببینید حابیل که خونده اینو. بزرگترین استعداد آسفالت بوده منم. کوچکترین چیزم آسفالت بوده. دیگه کلمم که تنها بچه اشتراک ماست. شما یعنی صدا اینقدر نویز داره، نمیدونم. اینو که ام جی خونده ولی نمیدونم کاور کدوم موزیک دقیقا. راجبه میگن این ردایی که عشق پاد امینمه. آره امینم. شاست راسته دیگه چیزی نگی تو کودک درشون که ببینم. آقا یه دونه دیسترک افی هم با صدای امینم در بیارید خدایی، کسی که حرفه میکس مستر میزنن. همه دیرختونم تو با صورت به کفوده دیگه جهنم همینجا دوره همیننه چلا نکسات قصد در دوره همین حاله بسنوه چیه همون خود ندیدمه. وای چقدر باحال در بردن دیسترک ها. با تو خاطر حتی برات کل زمین کمه نزید فاست سروکس یه یونی مگه جلونه سگی من باشم خونگی اگه تکسیز تند میخونه امینه. حابیلم مثلا اون موزیکو یه جور آروم خونده، اصلا نمیخوره بهم. یه سی برداشتی وارد فارد چی بود پستی روشت که توی راک و چارت چی بود آدل روش که پامیل امینه برادر پیشروه. واسه پیشروی موزیکو ببینن یعنی یه فیت با پیشرو هم درست میکردی خدایی. دل بابی خودت قاتل آکسفال چی مادگی قاتل چون بخاری بطانایی که تو شک تو چونایی که دونم آدم رفتر. بچه ها بریم واسه آخرین موزیک. اینی که با هوش مصنوعی درست کردن واقعا خداست. بیلی آیلیش خونده باز،
ولی میدونی تفاوتش چیه؟ یه موزیکی که داخل این اینستاگرام این مدت ترکیده. جواد رضویان سکانس بازی کرده بود اون موقع داخل صدا سیما که این تیکر خونده بوده، الان هم تبدیل به موزیک، یعنی دریلش اومده، پاپ، همه چیشو درست کردن. میگه قسمت نمیشه که انگار. بریم گوش بدیم با صدای بیلی آیلیش. این خیلی سمه، یعنی خوراک سم بود. یعنی میتونم جایزه اولین نفری که سازنده، اتفاقا رو کاورم زده شده، ببینید باز کنم کاور موزیکو، واقعا هر کسی که اینو زده لوگوش هم هست دیگه، رپ کینگ. آره رپ کینگ. واقعا دمت گرم، یعنی سمتر از این من ندیده بودم داخل این اینستاگرام. با اونم هوش مصنوعی درست کردن. قسمت نمیشه انگار. ولی اینو می آورد رو بیت دیریل، واقعا چیز مشتی میشد. همین که بیلی خونده. دست تو را بگیرم وای برای آخرین بار. شنیده اصلا باورتون میشه همچی چیزی اتفاق افتاده؟ برای تو گوبه میگیرم. ولی کاش قابلیتی هم بود، میتونستیم واقعا داخل این سایت آرتیستای ایرانی هم انتخاب کنیم، مثلا بدیم اینو تتلو بخونه. این حاجی خیلی دیگه کره خوب میشد. میگه قسمت نمیشه انگار. برای تو گوبه میگیرم برای آخرین بار. دست تو را بگیرم گریه نکن که اشتگاه برای بنی درده فهمولی کمی تو مرا دیوانه گرفته. بچه ها اینم از پایان ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. واقعا سعی کردم یکی از دیگه سمترین چیزایی که با هوش مصنوعی درست کرده بودن و واسهتون بیارم دیگه. بچه ها اگه اون موزیک گفتم نتونستم آخر حدس بزنم چه خواننده خونده بود، حتما من که میگم بهرام البته، ولی نمیدونم باز اگه درسته که بنویسید درست، اگه نیست حتما واسم کامنت کنید که کسی که شعر اینو نوشته کی بوده. و بچه‌ها دیگه چون امروز جمعه است و از فردا دوباره یه قرعه کشی جدید شروع میشه، یعنی از فردا تا جمعه هفته بعدی 5 تا اکانت دیگه قراره بدیم بهتون. خب حواستون باشه کامنت بذارید. بچه‌ها یادتون نره دیگه، بازم دارم میگم اگه میخواید داخل قرعه کشی باشید و 5 تا اکانت اسپاتیفای، یعنی واقعا با اسپاتیفای دیگه راحت میشه قشنگ، با یعنی از آرتیست مورد علاقتون میتونید حمایت کنید، چون الان دیگه همه موزیکا رو اسپاتیفای داره میاد. کوروش موزیک میده، تتل موزیک میده، به جز تتل همه دیگه، به جز تتل همه کسایی که دارن میکنن رو اسپاتیفای دارن موزیک میده. کسی فکر نکنم روی سانکلود روی بقیه پلتفرم‌های اجتماعی بخواد بیاد موزیک آپلود کنه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودی. یادتون نره که کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. دوستتون دارم، با امید دیدار.